پیرامون شأن نزول سوره قدر، انا انزلناه فی لیلة القدر، این معصوم میفرماد این یعنی فاطمه. تو 100 سال به این سوره نگاه کنی چی نمیفهمی ازش ها که این کجاش وضع زهر و رب داره، اما وقتی معصوم کدایی میده یه سری چیزای اینطور آشکار میشه. آقا امام صادق علیه السلام میفرمان که اللیله فاطمه لیلت و قدر الله. لیلت القدر چه نسبتی رو داره نشون میده؟ فاطمه خدا یعنی فاطمه تنها واسطه خاص توی این مورد برای خدا. الله اکبر. میگه لیله اینجا فاطمه است، قدرم خود خداست. انا انزلناه فی، خب چی رو نازل کرده اون شب؟ میگن قرآن کاملا نازل شد تا ته ماجرا گرفت. اون شب تمام بایدها و نبایدهای زندگی مخلوقی خدا چی میشه؟ بسته میشه. شب قدر میگه همه چطوره؟ به واسطه چیه؟ انا انزلناه فی لیلت، به واسطه فاطمه داره و در فاطمه صورت مثلا ذاتش اینطور. فمن عرف فاطمه، هر کس فاطمه رو شناخت، حق معرفتها، اونطور که باید بشناسدش، فقط ادرک لیلة القدر. این هم چی کسی که درک کرده چی و لیلة القدر. و قوله، و این صحبت خدا که میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی و ما ادراک ما فاطمه. و شما چه میفهمید فاطمه؟ خدا میگه ها انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة. شما چه میفهمید فاطمه؟ من چجوری به شما بفهمونم؟ خدا داره نمیفرماید بداند. ما یک چیز در عربی داره میگه یعلم، میگوید یعرف. یکی دانستن است، دیگری چی؟ شناختن. اینا از زمین تا آسمان با هم فرق داره. اسم فلان اینو میدونی؟ آره اسمش رائفیه. میشناسیش؟ خیلی بیشتر شد. شناخت اصلا یه چیز دیگه است. یعنی امام صادق میفهمه خیر من الف مؤمن من الف شهر، یعنی بهتر از 1000 چی؟ مؤمن. و هی ام المؤمنین، و اوست به معنی واقعی کلمه کی؟ ام المؤمنین. حالا مؤمنین الان ما فکر کردیم مهار داره میگه دیگه، حضرت باز میکنه دیگه. منظور ببینید چیه؟ تنزل الملائکه و الروح فیها والملائکه المؤمنون. اون ملائکه گردن کلفت، اونها هم به واسطه زهرا سلام الله علیها است که دارن این کارو اینجا رو گوش کنید. الذین یملکون علم آل محمد. اینا میان تا بهره مند بشن از علم اهل بیت پیغمبر. بله ملائکه و روح فیها و روح القدس هی فاطمه. میگه این روح القدس هم که میگه میفرستیم، این منظور خوده از زهراست. به اذن ربهم من کل امر، کل امر. سلام هی، سلام بر اونها. هی هم که مؤنثه، یه جور خدا استفاده کردی که دو جوره معنا بده. حتی مطلع الفجر. امام صادق فرمود یعنی حتی یخرج کی، چون نام خاص امام زمان، صفت خاص امام زمان اومده، من نمیگم، یعنی همون باید بلند شه، بذارید بگم حجت. خب میگه تا سلام بر اون مطلع فجر، یعنی اون روز ظهور، یعنی اصلا بین حضرت زهرا سلام الله علیها و ظهور یک ارتباط است. در شب قدر تمام مقدرات بر امام زمان عرضه میشه، درسته؟ امام زمان هر وقت.
واسطه کی بود؟ در ظرف وجودی حضرت زهرا این برای امام زمان. فلذا وقتی امام دیگری مثلا امام حسن عسکری میفرماد او حجت خدا بر ماست، ببینیم داره معنی میده. انوار الهی رو به واسطه حضرت زهرا میگیرن. عجیبه واقعا. این چه مقامیه؟ امامت؟ نه. اما او داره حجت بر امام میشه. دیگه چی میخواد باشه؟